قاعده 29 چی است؟ میگه اقسام توحید و شرک در عبادت را بدانیم. خب توحید در عبادت به 4 بخش اساسی تقسیم میشه، یعنی عبادت ها 4 قسم است و توحید در عبادت هم 4 قسم است. عبادات چی کدام یکی است؟ اولش عبادات قلبی هست، دومش عبادات زبانی هست، سوم قسم عبادات بدنی هست و چهارمش عبادات مالی هست. 4 قسم ما عبادت داریم: عبادت های قلبی، عبادت های زبانی، عبادت های بدنی و عبادت های مالی. این 4 قسم است. عبادت های قلبی مفهوم قاعده چی است؟ خب اینال عبادات قلبی کدام عبادت هست؟ محبت یک عبادت قلبی هست، خوف یک عبادت قلبی هست، توکل یک عبادت قلبی هست، امید یک عبادت قلبی هست، انابت، خشیت، رهبت، رجا و رغبت، اینا کلش شامل میشن در عبادت های چی؟ عبادت های قلبی. عبادت های زبانی کدام عبادت هست؟ حمد یک عبادت زبانی هست، تهلیل لا اله الا الله گفتن یک عبادت زبانی هست، تسبیح یک عبادت زبانی هست، استغفار، تلاوت قرآن عظیم الشان، دعا، دعوت، استعانت، استغاثه، استعاذه، اینیا کلشان چی هستن؟ عبادت های زبانی هستند. عبادت های بدنی قسم سوم عبادت های بدنی است. عبادت های بدنی او عبادت هایی است که توسط بدن انسان انجام داده میشه، نماز و روزه و رکوع و سجده و عبادت هایی که توسط چشم صورت میگیره عبادت بدنی هست، عبادتی که توسط گوش صورت میگیره عبادت بدنی هست، عبادتی که مثلا توسط دست صورت میگیره عبادت چی است؟ بدنی هست. عبادت های بدنی هست. و قسم چهارم عبادت های مالی هست. عبادت های مالی کدام عبادت است؟ مثلا توسط مال صورت میگیره، زکات، حج، صدقات جاریه، صدقات موقتی، ذبح حیوانات و پرنده ها، نذرهای مالی، اینها کلش در جمله چی هستند؟ عبادت های مالی هستند. و اینجا یک چیز فکرتان باشه که این تقسیم بندی عبادات که 4 قسم تقسیم شده، این به خاطر از این است که کسایی که درس میخوانه برای جوانای آسان شوه. اگر نه اصل عبادت که هست این تقسیم بندی را نداره، چرا در یک عبادت هر 4 قسم داخل میشه. مثلا شما وقتی که حج میرین، در حج طبعا عبادت قلبی دارین، عبادت زبانی دارین، عبادت بدنی دارین و عبادت مالی دارین. پس در حج 4 قسم عبادت چی میشن؟ شامل میشن. لکن اینه که تقسیم بندی کردن صرف به خاطر از اینکه وقتی برای جوانا درس داده میشه یا حداقل می تقسیم بندی را آسان یاد بگیرن. این به این خاطر است. اگر در یک عبادت چندین عبادت، یعنی هر عبادتی که شما میکنید او قلبتان داخل است، نیتتان داخل است. در هر عبادتی که میکنید، مثلا اعضای بدنتان داخل است، قلبتان داخل است، اعضای بدن داخل است، زبان داخل است، هر عبادتی که میکنید. پس از این خاطر این تقسیم بندی صرف به او خاطر است فکرتان باشه.